چه شد این بیچاره؟ این که چیزیش نبود. والا بنده بی تقصیر. بخور نبات داغه بخور. دست راحت نکنه آقا فردوس. آقا حقیقتش من زل براش آش رشته درست کردم. این نخود لوبیاهاش فکر کنم بهش نساخت. سنگین بوده. نه آقا این دندون کباب خوری نره. این سلطونی ها رو درسته قورت داده داره میپوکه. این که خونه من نهار خورده بود. زرشک پلو با مرغ خورده بود. چرا دوباره غذا خورد؟ این همین شده که اینجوری مریض شده بیچاره. آقا من فکر کردم که ایشون غذا نخورده داره تعارف میکنه. سفارش 2 تا پیتزا دادم خورد، اونم پپرونی. ای آقا نگو هرچه بدبختی از این پپرونیه. آقا نهش به حرفی بزنه. فرار کردم خفتم گرفت به زور گفت بار. خب یه کلمه گفتی من خوردم نهار. این امید ندید امیدم از دیدن 6 تا بچه و 18 تا نوام قطع. خب بیا منم بخور. 2 تا ساندویچ براش خریده بودم خوب شد ندادم اونا رو بخوره. خب پدر جان من میگفتی غذا خوردم، این چه کم روی رو دروایشی بود کردی؟ آقا بیچاره خودش گفت نمیخورم، ما فکر کردیم داره تعارف میکنه. به همین تمام گرفتاریای ما سر همین تعارف هاست. هم شماها بی جهت بهش تعارف کردین، هم خودش بی خودی تعارف کرده و رو دروایشی کرده. این یعنی چی؟ آقا من فکر کردم داره تعارف میکنه. چه میدونستم تا خرخره خورده. آقا با بنده معذرت. شما برای چی؟ برای چی؟ برای کباب. آها. چقدر خوب بود والا که آدم بعضی وقتا از خونه بزنه بیرون این آسمون خدا رو ببینه. ما که میدونیم شما اینو به آقایون بگید. حالا برو ببین آقایون چه به سر ساختمان آوردن. بنده که عرض کردم خدمتتون خونه ما که ریخت و پاش، اتاق ما که عمدن شلوغ‌تر از چهارشنبه بازار. امید معمولا خونه رو به هم نمیریزه، اما اگه ریخت و پاش باشه خودش میدونه باید چی کار کنه. آره خاله فرنگی ساقا من یه ذره کم بازی کردم. این درو باز کن ما زودتر بریم مردیم. خب درو باز کن بعدا رضا میاد با بچه‌م بازی. کجا بریم؟ پنچره. پنچره. بابا جون من یه انگوش میزدی تو گلوت مشکل حل میشد دیگه. اگه جای انگوش بود که ساندویچ علی آقا نمیخورد. ماشاءالله. ماشاءالله جان من بگو تو اصلا اهل کجایی؟ فعلا که اهل قبورم. حاله. خدا نکنه ماشاءالله حالت بهتر شده. من عذر میخوام یه قراری دارم باید برم. آقا رضا لطف کن حساب کتابشو برس. این تا یه جایی برسونینه چون شهریار زندگی میکنه. برسونینه که راحت بره. آقا عیسی ماه دیگه حتما بیای یا هم خونه باغچه ها درخت ها هم اتاقا و راهروها و اینا کار داره. منتها مواظب باش زیاد دیگه نخوری. گرفتاری خدا سلامت. خب حالا دیگه خودمون شدیم. از اون اولی که وارد تهران شدی تا الان باید تعریف کنیم. بیا برم کار دارم. حالا مونده کارا. بپر بود یه خود تنقلات ورده بیار. شروع کن جونم برات. وایسته من برگردم. خب شروع کن. خانوما این یکی هم پنچره. خودتو نمیخواد ناراحت کنی. ببندش بچه شما چیزارم بریزین تو با یه ماشین بریم دیگه. چجوری بریم؟ بله میگفتم اول که آمدیم تهران رفتیم گویا سر کوره ها، اون وقت آمدیم پشت گذر میز محمود یک خانه گرفتیم 40 تا اتاق داشت، یعنی 40 خانوار تنهایی بودن. کاروانسرا بود دیگه. یه چیزی همین حدود، شاید هم 40 تا اتاق بیشتر 37 تا بود. ما شروع کردیم یه چند تایی رو انتخاب کردیم. یکی رفتیم تقویم فروش بود. دیدی تقویم فروش؟
نجم دوله و نجم الملک بزرگ و بغلی و دیواری تقویم سال نو. یه جور دیگه هم میگم آقا موقعی که میرفت خانه غروب بود تون میگم نجم الملک نجم دوله و نجم الملک بزرگ و بغلی و دیواری تقویم سال نو. این تون میگم برای خانه. مغازه داشت؟ نه آقا پیاده میرفت کول میگرفت فقط. دیگه کی تو این شغلا؟ یه یخی بود یه شلقی داشت همسایه هم بگم یخه بلوره 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 یخه یکی بود آقا گفتم یک ندایی بود ما 40 سال این میدیدیم نمیدانستیم چی میگه. او واسه تو تصنیفیه رو قرار بگی تصنیفیه رو بگو نه گدا رو بگم آقا تصنیفیه رو بگو. از همه خلق دسته از همه کار جدا منم. آقا دیگه یه درکی راجب آقا این بگم سهره چی بود؟ میخوای ایشان بگه دونه گاراجی بخوام گاراجی بخوام برای شو ببرم. آقا نمیدونم حالم خوب شده آقا میخوام برم کارم. نه بیش میرم سهریه عشق من در عشق ما هم در آمد آقا بگذار یادم بیاد. چی بود؟ بیا تا من داغم به جی آقا یلو تو تازه کن. نه آقا حالم بد میشه چی رو کنم. زحمت آقا تازه یک گدا محل ما بود 40 سال گدایی میکرد ناله میکن ما نمیفهمیم چه میگه. چی میگفت؟ میگفت لندن گلوم جودم یا بوده بودی خدا لندن گلوم جودم یا بوده بودی خدا فهمیدی چه میگفت؟ لندن گلوم جودم یا بوده بودی خدا لندن گلوم جودم یا بوده آقا ما بریم سر کار ما. نه آقا کارم مونده آقا. نه آقا کارم بابا داشتی تعریف می‌کردی بیا آقا سلام. خب ما بریم سر کار.